اوه چه خبره کلا چیز دیگه یه حالت پاتوقتور داره. اینو نگاه کنی چقدر خوشگلی تو. یهو رسیدیم به یه ساحل صخره‌ای خوشگلی. آقا اسم این ورزشی که انجام میدین چیه؟ آب اطراف جزیره کیش جزء شفافترین آبهای یادگاری ها رو من هیچ وقت درک نکردم. بچه‌ها سلام، چطوری؟ آقا ما صبح یه ذره زودتر اومدیم سمت ساحل، یعنی کلا زودتر بیدار شدیم. ساعتهای 5 اینا بیدار شدیم دیگه، خوابمون نبرد زدیم بیرون. نگاه کنید طولو رو، این گلای کاغذی قشنگو ببینید، یه نور کوچولو خورده روشون. چند نفر اومدن طولو رو ببینن، پس مثل ما هم سحرخیز هستش. همیشه فکر نکن شاید امروز بیشتر، فکر کنم به خاطر اینه که پنجشنبه است. بریم جلو براتون یه تایم لپس میکنم از طولو که طولو رو هم با هم ببینیم. اینا از این ماهیگیرایی هستن که شبا میان میشینن. ما هم قبلا بندر بودیم، بعضی شبا تفریحی میرفتیم یه چیزایی هم میگرفتیم، ولی من قشم که بودم اونجا اون موقع اکثرا شبا میرفتیم ماهیگیری میکردیم. قشم خیلی بهتر بود. حالا بندر به خاطر اون صیدی که میشه بود چی بود داستانش نمیدونم، خیلی ماهی کمتر با قلاب میگرفتیم. تو جنوب بهش ما گفتیم نشپیل با یه نخ و قلابه که حالا دور چوب پیچیده میشه و به اصطلاح جنوبیش میگن نشپیل. با اون میرفتیم ماهیگیری تو قشم. ما کم کم من مثلا شبی قشنگ 4-5 تا 3 تا ماهی میگرفتم، مدلای مختلف، حالا از ماهی حلوا بگیر شهری بگیر، ولی خب خیلی وقت دیگه این کارو نمیکنم. آقا من برم تایم لپس رو بکارم، طولو رو از دست نده. خیلی مخلصم. اینو نگاش کنی. آی خدا چقدر خوشگلی تو. من آروم آروم میرم طرفش، نگاش کنی اومده ماهی بگیره. چطوری این آقا؟ ما داشتیم همینجوری رد میشدیم انداختیم اومدیم توی یه جاده، فکر کنم بشه سمت شمالی جزیره. یهو رسیدیم به یه ساحل صخره‌ای خوشگل. اینجا رو نگاه کنید خیلی باحاله و جاده‌ش هم کلا ساحلیه، یعنی از جاده که با ماشین میان اینجاها معلومه. ببینید چقدر زیباست. به 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 فوق‌العاده. چقدر خوشگله، نگاه کنید. یه سری آلاچوق مالاچوق هم داره.
درخت انجیر معابد دیدم، گفتم شما هم ببینیدش. خیلی خفنه این درخت. یه درخت مقدس توی بوداه. محلی ها بهش فکر کنم لور میگن، یک چنین اسمیه. قدیمی ترینش هم 500-600 سال قدمت داره. توی خیابون درخت سبز کیشه که من حالا عکساشو براتون میذارم. اینم خیلی خفنه، فقطش نگاه کنید اومدن روش کلی یادگاری و اینا نوشتن. واقعا این یادگاری ها رو من هیچ وقت درک نکردم. روی درخت ها و جای تاریخی و اینا دلیلش چیه، اصلا برای چی می نویسن. اینم یه نمای کلی هم من ازش براتون بگیرم. خیلی خوشگله، خیلی درخت خفنیه، فوق العاده است. امروز هم ما داریم میریم خط ساحلی که از اون سمتش دیدین اومدیم. امروز داریم میریم از این سمت بریم اون سمت. اولین جایی هم که میریم همون اسکله بزرگ تفریحی کیشه. مسیر شرقی پیاده رویش تقریبا از اینجا شروع میشه. یه ذره عقب‌تر هم سمت یه اسکله شیشه‌ای داره که الان دیگه خیلی شیشه شفاف و واضح نیست. از اونجا شروع میشه. الان با یه ذره جلوتری. اینم ناکای ساحل پر از مرغ میناه. یعنی تا چشتون رو میگردونین به جای مثلا گنجیش مرغ مینا میبینید. اینم همین اسکله بزرگی که الان انگار خیلی کسی روش نیست. امیدوارم باز باشه بتونیم بریم روش ببینیمش. چند تا فکتم راجع به کیش بهتون بگم. یکی این که میگن کیش اصلا قدیم مثلا قبرستون عمومی یا قبرستون چیزی نداشته و مردم حالا چون قدمت تاریخی زیادی داره دیگه، شهر حریره هست و شهر کاریز، شهر زیرزمینیه هستش و هر کسی حالا مثلا کسی از اقوامش هر کی میمرده میبردن خارج از جزیره، یه جایی مثل بندرلنگه اونجا خاک میکردن. و یه فکت دیگه هم اینه که کیش میگن هیچ آب شیرین زیرزمینی نداره و تو قدیم با تکنولوژی همین جمع‌آوری آب بارون و رطوبت و اینا آب شیرینشون رو تامین میکردن. شبیه این کپرهای قدیمی ساختن. چیه اینجا؟ سازه های پایدار نی طلا و حصیر. جالبه. اینا رو نگاه کنین، قایقایی که وای میستن اینجا. حالا سوار میشیم میبرنتون دور میزنین. فکر کنم الان حدود من صبح داشتیم شنا میکردیم یکیشون اومد میشیدم ساعتی 250-300 بستگی داره به اون آدمه و مزنه و تعداد و همه اینا هست تو اون لحظه. یه فکت دیگه ای که الان یادم اومد اینه که میگن آب اطراف جزیره کیش جزء شفافترین آبهای حالا جهان یا دنیاست. نمیدونم چقدر واقعیه ولی مثل که مثلا جزء فکر کنم 10 تای اوله 5 تای اوله یه سی توی این مایه ها. میگم من راستشو نمیدونم، هر کی میدونه دقیقشو تو کامنت ها بهمون بگه. بعد اینم که الانم نگاه کنید اینجا رو تقریبا شاید مثلا عمقش بالای 5-6 متر 4 متر هر چیزی که من حدودی میگم، ولی نگاه کنین کف کامل معلوم. حالا تو فیلم خیلی دقیق معلومه ولی قشنگ میشه کفو دید. ماهی ها رو ببینیم فقط اینجا، ماهی آکواریومی. وای خواهش میشه الان اینجا
اسنورکلینگ کردیم، با اسنورکل دور بزنیم. چقدر خوشگله، زرد و حالت آبی بنفش‌طور، خیلی باحاله. الان ما قراره این خط ساحلی رو با هم دیگه پیاده بریم. نگاه اینجا شروع میشه میره تا این ساختمون قهوه‌ایه، اونجا توی میکامال تموم میشه و این کلا 2 تا ایستگاهه، از اینجا به اونجا و با یه شیب خیلی کم میاد این سمت تموم میشه. آقا بریم ادامه خط ساحلی رو با هم ببینیم. ما از اسکله اومدیم بیرون. اینم تک درخت ساحلی، چقدر خوشگله. آقا اسم این ورزشی که انجام میدین چیه؟ بیچ تنیس. یه حالت تنیس ساحلی میشه. اینم راکتشه. چه فرمیه، فرم جالبی داره. اینم که اسنورکله، باید دارن اسنورکلینگ میکنن. اینجا هم ساحل درختای نارگیله، یه جورایی چیز دیگه، لوکیشن عکاسیه، همه میان عکاسی اینجا. اینم که پیست موتور و دوچرخه و اینا. یه فکت دیگه هم که الان این پیست دیدم یادم اومد، میگن کیش طولانی ترین پیست دوچرخه سواری رو تو کل کشور تو ایران داره که طولش تو دور تا دور جزیره است 70 کیلومتر، حدود 70 کیلومتر. اونم هتل داریوشه که من احتمالا یعنی الان بریم یه دونه کافه بشینیم، یه نوشیدنی خنک بزنیم که نگاه کنید من خیس عرقم. الان یه ذره بهتر شده، اولش که اومدیم بیرون خیلی گرم بود، الان داره یه ذره باد میاد، یه ذره این من خنک‌تر شد. چه خبره، کلا چیز دیگه، یه حالت پاتوق‌طور داره. نگاه تاکسی ها اینجا وایسادن که هرکی میخواد بره برسونه. خیلی فضای این بره میکامو نگاه کنیم. ما بریم بشینیم. اینم پشن فروت پانچ و اینم چیلوی میوه‌ای. منم بخورم ببینم چه جوریه. میوه پشن پانچش خیلی خوشمزه بود، حالا با نعنا و لیمو یه ترکیب باحالی شده. اینم یه ویو از شب میکامال و کافه های اطرافش و اینم میدون جلوشو. ما یه سر همینجوری سر راه اومدیم از تو میکامال بریم از این در از اون در بریم بیرون که یکم خنک شیم. الان یه دیدم زده بولی شاید هم خلوته. یه آپدیت دیگه، من بولینگش الان پرسیدم هزینه‌شو، گفت ساعتی 800، نیم ساعت 400 خورده ای، اونم ساعتی هم 800 خورده ای. بچه‌ها اینم یه درخت انجیر معابد دیگه، نگاش کنید چه بافته خوشگلی داره. بگم میلیون ها، فکر نکنم اشتباه باشه، میلیون ها ماهی این زیره.